پیش از آن که در مورد شخصیت این مرد شریف مسلمان خوش‌عقیده و خدمتگار مردم مرحوم قاری محمد سلیمان که اکنون جایش در نزد مخالیس صحبت بنمایم، در بیت اثر استاد مرحوم خیری را که در مورد زندگی و مرگ سروده شده خدمت شما قرار می‌دهم. جزنامه از این همکله آواز نیامد، از این پرده یک نغمه دمساز نیامد. رازی در این پرده بسی مبهم تاریک، یک گوشت را محرم این راز نیامد. مرغی که بشد بسته این دام دریغا تا حشر دیگر بر سر پرواز نیامد. یک کب نخندید در این دشت ناگاه، اندر پی او پنجه شهباز نیامد. نیمکوب خموشان نشنیدیم صدای آن را که خبر شد، خبرش باز نیامد. این گرسنه از خود ننماد سیر نگردد، یک بار و هم این دهنی باز نیامد. از خوان فلک نعمت جاوید مجوید، دیدار فی کوثر جز آز نیامد. امروز خاطرهای مردی را گرفتیم که اگر از لحاظ فقدان شمار دو چشم از نزد ما رفته، اما از نقطه نظر شخصیت اجتماعی، اخلاق و روش انسانی، زهد و خداپرستی بیش از 1000 فرد نزد ما و شما می‌آید. مردی که از عنفوان جوانی تا لحظات آخر زندگی سرکارش با قرآن و آیات الهی و تدریس آن و یک دل زیاد هموطنان نمود. چون برق برفت از نظر قافله ساراش، افسوس که ما از ذخیره قافله ماندیم. یک عده مردمی که زندگی را خود گذر می‌دانند فکر می‌کنند باید از این مدت استفاده اعظمی بود، خورد و نوشید و خوابید و خوشگذرانی کرد و اینها سخت و غفلت رفتند. اما کسانی که دنیا و زندگی دنیا را از عینت حقیقت می‌بینند، هم متوجه دنیای خود هستند و هم برای آخرت خود اندوخته می‌فرستند. چنانچه طبق فرمای شیخ تعلیم کرم الله وجهه که می‌فرماید برای دنیایتان آنقدر بکوشید که تصور کنید زندگی ابدی دارید و برای آخرت و ترس از خدا طوری متوجه باشید که بیش از مجر هم زدن می‌مانید. اینجا مساوی جمیله، اینها مساوی جمیله را بکار میبرند تا هم ذخیره برای عقبا داشته باشند و هم در دنیا برای خود و اجتماع مقصد خدمتش شد. مرحوم قاری محمد سلیمان مردی از همین طبقه بود که یک عمر وقت خود را وقت خدمت مردم کرد، صدها شاعر قرآن تربیت و هر جایی که میبود نغمات سینه‌ای بود ممنوع از آیات الهی و تلاوت سخنان خدا. بعد از آنکه خاک مقدس وطن مورد هجوم و دستور اجانب قرار گرفت، مرحوم قاری محمد سلیمان به حیث یک مرد آزاده و شیفته وطن نخواست زیر نفوذ و اداره جهت المسلمین و به فدایان زندگی کند. ناچار عالم آوارگی و هجرت را بر خود و خانواده خود بهتر دانسته، مانند هزاران اولاد اصحاب و امریکا زندگی هجرت را اختیار کرد. در دوری وطن و شدیدن مردانگی خاک خط هجران کشیده او را همیشه حد می‌گیرد. هر وقت یادی از رنج وطن به گوشش میرسید اشک جاری می‌شود و دلش به یاد مقصد رفتش می‌گیرد. 18 سال پیش او اولین کاری بود که برای هموطنانش در همین مسجد که آن وقت به نام مسجد مشتن بود چند مرتبه در ماه رمضان و حیث قاری و امام ختم قرآن کرد و کلیه عوائد شیطان را اعانتا برای مصالح مسجد اهدا کرد. مدت امامت نمازهای پنجانه به جمعه را انجام میداد و مهمتر از همه این مرد خوشبخت و سعادتمند سنگ تحقیق همین مسجد بزرگ را به اتفاق یک خانم محترمه و یک مرد صاحب فضیلت به دست خود گذاشت و با
نامید در صفحات تاریخ و بزرگداشت این مسجد با عظمت ثبت و جاویدان است. مرحوم خالد سلیمان با همه تاریخی و تکلیف چشم که داشت اکثرا مخصوصا روزهای جمعه به نماز را می‌رساند و در صف نمازگزاران آراموی هموطنان و آزادی وطن را به بهار خیر تمنا می‌کرد. با تأسف انجمن اسلامی افغان‌های مهاجر و مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یکی از اعضای مبارک و پرفیض را از دست داد و محمد او را ماتم شدید برای دوستان و خانواده محمد او بدانید. از بارگاه دیدگی تمنا داریم تا روح شاد و بدمیدن نصیب روح بخش ربضات جنت تعریف مسکن راحت و آرام برایش قرار بگیرد. من از طرف انجمن اسلامی افغان‌های مهاجر و متصدیان مسجد حضرت ابوبکر صدیق برای تسلیت خود را به خانواده محترم و اولادهای عزیزش تقدیم می‌نمایم. روح شاد در اخیر به این آیه متبرکه توسط می‌گویم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس قدسی مطمئن و دلارام به یاد خدا، امروز به حضور پروردگارت بازآی که تو خشنود به نعمتهای ابدی او و او راضی از اعداد نعمت توست. بازآی در صف بندگان خاص من درد و با خشنودی در بهشت من و صلی الله تعالی علی محمد